الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. بینندگان عزیز و ارجمند، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یکی از اصولی که رسول الله صلی الله علیه و سلم به ما مسلمانان معرفی کردند و شایسته است که مد نظر همه من و شما باشد، مطلبی هست در مورد ارزش عمل و جایگاه عمل در دین مبین اسلام، معیارهایی که در دین اسلام برای ارزیابی افراد تعیین شده. رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند در روایتی که در صحیح مسلم هست: من بطأ به عمله لم یسرع به نسبه. من بطأ به عمله لم یسرع به نسبه. نسب بدون عمل کارساز نیست. برای این که انسان به موفقیت برسد، به درجات عالی و مقام بلندی برسد، نزد الله متعال جایگاه متمایز و والایی را داشته باشد، نسب هیچ گونه نقش و تأثیری را ندارد. آن چیزی که باعث رفعت و مکانت و جایگاه بلند می شود برای انسان مسلمان، عمل او هست، کسب او هست، کارهایی هست که انجام داده، ایمان و یقینی هست که در قلب دارد، اعمال و کارهای خیری هست که با جوارحش انجام میدهد. اینها مایه تقرب و مایه رفعت و بلندی هست. در شریعت اسلام ما نظام طبقاتی را که مردم را بر اساس نسبشون طبقه بندی بکنیم و ارزیابی بکنیم و جایگاهی رو برایشون مشخص بکنیم نیست. در دین مبین اسلام رنگ و نژاد و ظاهر هیچ گونه تأثیری رو ندارند. الله متعال وقتی که نگاه می کند به قلوب انسانها و اعمال انسانها نگاه می کند که در قلب چه دارند و عملشان چگونه هست، نه این که شکلشان چگونه هست، چه قیافه‌ای را دارند و از چه نژاد و چه نسبی هستند. ارزش و معیار ارزشمند بودن و شریف بودن در دین مبین اسلام صرفاً عمل صالح و ایمان هست. رسول الله صلی الله علیه و سلم این اصل را عملاً با اسالیب متنوع و گوناگونی در طول زندگانی خودشون برای ما بیان کردند. از نخستین روزی که دعوت را اعلام کردند، رسالتش را اعلام کردند و تا آخرین روزی که در دنیا حضور داشتند، این اصل و این قاعده مد نظرشان بود که من بطأ به عمله لم یسرع به نسبه. نسب بدون عمل کارساز نیست. زمانی که الله متعال به ایشان دستور داد که و انذر عشیرتک الاقربین، خویشاوندانت را بیم بده، انذارشان بکن، در همان نخستین مرحله رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که مردم را جمع کرد، این مطالب را برایشون بیان کرد. خویشاوندانشان: یا معشر قریش اشتروا انفسکم من الله. ای قبیله من، ای قریشی ها، خودتان را بخرید از الله متعال، خودتان را نجات بدهید با ایمان و عمل صالح. لا اغنی عنکم من الله شیئا،
من که پیامبر الله هستم نمیتوانم برای شما کاری رو انجام بدهم. یا بنی عبدالمطلب لا اغنی عنکم من الله شیئا، یا عباس ابن عبدالمطلب لا اغنی عنک من الله شیئا، یا صفیه عمت رسول الله لا اغنی عنک من الله شیئا، یا فاطمه بنت محمد سلینی ما شئت من مالی لا اغنی عنک من الله شیئا. این روایت در صحیح بخاری و مسلم هست. ای بنی عبدالمطلب، من نمیتونم فردای قیامت برای شما کاری بکنم اگر شما ایمان و عمل صالح نداشته باشی. ای عباس عموی پیامبر، ای صفیه عمه رسول الله، ای فاطمه دختر محمد و رسول الله صلی الله علیه وسلم، سلینی ما شئت من مالی، از مال من هرچی میخواهی بخواه، طلب بکن تا به تو بدهم، اما فردای قیامت من نمیتوانم برای تو کاری رو انجام بدهم. زیرا که معیار در دین اسلام این نیست که فلانی عموی پیامبر هست، عمه پیامبر هست، عموزاده و عمه‌زاده پیامبر هست، دختر و فرزند پیامبر هست. معیار ایمان و عمل صالح هست. این جزء دستورات الله متعال و سنن الهی در تعامل با بندگان و انسانها هست. در جریان فتح مکه میبینیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم بلال را که برده‌ای بیش نبود میفرستد بالای خانه کعبه که اذان بگوید. چه شرافتی بالاتر از این؟ بلالی که نه جمال و زیبایی ظاهری داشت و نه نسب و حسبی که مردم در آن زمان بهش مینازیدند، اما الله متعال بهش ارزش داد، در کنار رسول الله صلی الله علیه وسلم قرار گرفت، ایمان آورد و صادقانه اعمال خیری رو انجام میداد. ارزش این را پیدا کرد که بر بالای خانه کعبه برود و مؤذن رسول الله صلی الله علیه وسلم باشد. و زمانی هم که رسول الله صلی الله علیه وسلم وارد خانه کعبه شد برای اولین بار بعد از فتح مکه، در کنار ایشان کسانی که وارد خانه کعبه شدند هیچ یکی از قریش و از بزرگان قریش و از عموزادگان و عموهای رسول الله صلی الله علیه وسلم و از اشراف مکه نبودند. یکیشون حضرت بلال بود و دیگری اسامه ابن زید بود که هر دو تا برده بودند و نفر سوم عثمان ابن طلحه بود که کلیددار خانه کعبه بود. در چنین جایگاه مشخص و والایی که در ملأ عام بوده، همگان می‌دیدند، رسول الله صلی الله علیه و سلم دو نفر از اصحابشان را که هر دوتاشون برده هستند اینها را با خود میگیرد و وارد خانه کعبه میکند. در حجة الوداع در عرفه زمانی که رسول الله صلی الله علیه و سلم میخواستند از عرفه بر بگردند به طرف مزدلفه، میبینیم که اسامه ابن زید رضی الله تعالی عنهما را پشت سر خود بر مرکب و سواریش سوار می کند. چه عظمتی هست این دین اسلام که پیامبر اسلام را، رسول الله صلی الله علیه و سلم را در کنار یک برده نشانده. رسول الله صلی الله علیه و سلم به جای اینکه یکی از اشراف را، عموها و عموزادگانش را در کنار خودش بر مرکب سوار بکند، یکی از بردگانش را سوار می کند. این عملکرد بعید نیست. خود رسول الله صلی الله علیه و سلم در همان عرفات و در روز عرفه اعلام کرده بودند که ان کل شیء من امر الجاهلیه تحت قدمی هاتین موضوع. من تمام امور جاهلیت را و افتخارات جاهلیت را زیر پا گذاشتم اینجا. در اسلام دیگه جایگاهی نیست که انسان به نسب خودش بنازد
بلکه آنهایی که نسب ندارند اما ایمان و عمل دارند از بسیاری انسانهای با نسب و با حسب مقدم هستند و فراتر هستند. این عملکرد رسول الله صلی الله علیه و سلم ترجمه عملی بود برای دعوت رسول الله صلی الله علیه و سلم، برای اون شعاری که رسول الله صلی الله علیه و سلم میدادند که الا ان ربکم واحد و ان اباکم واحد لا فضل لعربی على عجمی ولا لعجمی على عربی ولا لأحمر على اسود ولا لأسود على احمر الا بالتقوى. ای مردم آگاه باشید، پروردگار شما یکی هست، پدر شما یکی هست، همه شما از نسل آدم هستید. هیچ عربی بر عجمی و هیچ عجمی بر عربی، هیچ سرخی بر سیاهی و هیچ سیاهی بر سفیدی برتری ندارند مگر با تقوا. این هست معیاری که رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما قرار دادند. عملا این اصل را و قاعده و قانون را در جامعهشان نهادینه کردند. من بطأ به عمله لم یسرع به نسبه. نسب بدون عمل کارساز نیست. یک میان برنامه کوتاهی را با هم میبینیم و بعد از آن در خدمت شما خواهم بود. أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده آیا الله برای بنده اش کافی و کارساز نیست و آنان تو را از غیر الله می ترسانند و هر کس که الله گمراهش کند هیچ هدایتگری ندارد. آری خواهر و برادر عزیز و گرانقدر، نسب بدون عمل کارساز نیست. اگر من و شما قرآن کریم را مطالعه بکنیم و بررسی بکنیم، آیات قرآن مجید را، در قرآن مجید شما نمی توانید که حتی یک آیه یا نصف آیه را پیدا بکنید که در آن الله متعال به خاطر نسب یکی را ستوده باشد، به خاطر نسب یکی را مدح و ستایش کرده باشد. و همچنین هیچ آیه رو نمیتونید پیدا بکنید که به خاطر نسب الله متعال یکی را نکوهش کرده باشد و سرزنش بکند که نسب والایی رو ندارد. بلکه در هر جای قرآن کریم که فردی را یا گروهی ستوده شدند به خاطر ایمان و عمل صالح است، و اگر گروهی نکوهش شدند، بد گفته شده به آنها به خاطر عدم ایمان و عدم عمل صالح است. این گویای همین اصل هست که نسب بدون عمل کارساز نیست. ایمان و عمل صالح هست که انسان را نجات می دهد و مایه کامیابی انسان خواهد بود. وقتی که ما در قرآن کریم نگاه می کنیم، می بینیم که یک سوره ای در قرآن کریم در مورد مذمت ابولهب آمده. ابولهبی که عموی رسول الله صلی الله علیه و سلم هست، از برترین نژاد عرب هست، اما می بینیم که مورد نکوهش قرار گرفته، زیرا که ایمان نیاورد و عمل صالحی رو نداشت. و در کنار این می بینیم که تنها صحابی را که در قرآن کریم از آن نام برده شده یکی از بردگان رسول الله صلی الله علیه وسلم هست، حضرت زید رضی الله تعالی عنه، عموی پیامبر از اشراف قریش،
یک سوره‌ای در موردش نازل شده که اون رو نکوهش کرده، اما طرف مقابل میبینیم که یک برده‌ای از بردگان رسول الله که نسبی رو هم ندارد نامش رو الله متعال در قرآن کریم آورده و ذکرش کرده. پس بنابراین معیار نزد الله متعال ایمان و عمل صالح هست، نه نسب و نژاد انسان که دارای چه نژادی باشد. سیدنا عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه میگوید که الله متعال ما عرب ها رو این شرافت داد به رسول الله صلی الله علیه وسلم که رسول الله صلی الله علیه وسلم از ما عرب ها هست. چه بسا برخی از ما خویشاوندی داریم با رسول الله صلی الله علیه وسلم، در نسل‌های گذشته در اجدادمان به رسول الله صلی الله علیه وسلم میرسیم. میگه اما والله لئن جاءت الاعاجم بالاعمال و جئنا بغیر عمل فهم اولا بمحمد منا یوم القیامه. اما قسم به الله متعال اگر غیر عرب ها روز قیامت با ایمان و عمل صالح بیایند و ما بدون عمل صالح بیاییم، مطمئناً غیر عرب نزدیکتر خواهند بود به رسول الله صلی الله علیه وسلم و اولاتر و مقدمتر خواهند بود از ما عرب ها. فلا ينظر رجل الى قرابه وليعمل لما عند الله فإن من قصر به عمله لم يسرع به نسبه. میفرماید که هیچ کسی به نسب خودش غره نشود و خویشاوندی خودش را به رسول الله صلی الله علیه وسلم در نظر نگیرد. این که از نژاد برتری هست، حسب و نسبی دارد، این را ملاک قرار ندهد. ولیعمل لما عند الله، عمل بکند برای این که ثوابی از جانب الله متعال را دریافت بکند و به ناز و نعمت و سعادت اخروی برسد. زیرا هر کسی که عملش کم باشد و در عمل کوتاهی بکند، نسب برای او کارساز نخواهد بود. همین فرموده رسول الله صلی الله علیه و سلم من بطأ به عمله لم یسرع به نسبه. نسب بدون عمل کارساز نیست. لعمر الله ما الانسان الا بدینه فلا تترك التقوى اتكالا على النسب لقد رفع الاسلام سلمان فارس وقد وزع الشرك الشقی ابا لهب. واقعا همین گونه هست. انسان اگر ارزشی دارد به خاطر دین و اعتقادش ارزش دارد. پس بنابراین مبادا که با پشتوانه نسب خودت تقوا و پرهیزگاری رو فدا بکنی و رها بکنی. اسلام اومد سلمان فارسی را و صهیب رومی را و بلال را ارزش داد به خاطر ایمانشان، به خاطر اسلامشان. اما در طرف مقابل ابو لهب را که بدون ایمان بود و مشرک بود در پستی ها قرار داد و بی ارزش کرد. ارزش واقعی هر انسانی با ایمان و عمل صالح است. بدین خاطر هست که رسول الله صلی الله علیه وسلم می‌فرمایند خیارکم فی الاسلام خیارکم فی الجاهلیه اذا فقهوا. برگزیدگان شما در اسلام همان برگزیدگانتون هستند در زمان جاهلیت، منتها به شرط این که فقیه باشند، اهل علم باشند، دانشی رو داشته باشند که آنها را بر دیگران مقدم بگرداند. کسی که در زمان جاهلیت عزیز بوده، سردار بوده، اما ایمانی رو نیاورد و ایمان نداشته باشد، عزیز نخواهد بود از دیدگاه اسلام. اما اگر کسی شریف قومش بوده در زمان جاهلیت، انسان با ارزشی بوده، انسان با حسب و نسبی بوده، اگر این بیاید و مسلمان بشود، قطعا در شریعت اسلامی جایگاه بالاتری خواهد داشت. نسب و شرافت قومی و نسبی و حسب یکی از نعمتهای الله متعال هست.
اگر انسان قدر این نعمت را بداند و طاعمش بکند با ایمان و عمل صالح، ارزش خواهد داشت. اما اگر عاری از ایمان و عمل صالح باشد، نزد الله متعال این ملاک نخواهد بود. و آن چیزی که نزد الله متعال معتبر هست ایمان و عمل صالح هست. و آن گونه که در این روایت آمده فقاهت در دین هست. زهری یک مطلبی رو بیان می کند که یکی از حکام ازش پرسید که بزرگ و مهتر مکه کی هست؟ گفت که عطا ابن ابی رباحه. سوال کرد که عطا ابن ابی رباح عرب هست یا غیر عرب هست؟ گفت که نه، عجم هست، عربی نیست. گفت که علت این که مهتر مکه شده، انسان برتر شده چی بوده؟ گفت که دیانتش و روایتش، که اهل دیانت هم هست و اهل روایت و عالم به احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم. اون حاکم که عبدالملک ابن مروان بود پرسید که بزرگ یمن کی هست؟ گفت طاووس ابن کیسان. گفت عربی است؟ گفت نه، اون هم عجم هست. بزرگ و مهتر شام کی هست؟ گفت مکحول هست. این عربه یا برده بوده؟ گفت نه، این هم برده هست. بزرگ جزیره کی بوده؟ منطقه‌ای در عراق. گفت میمون ابن مهران هست. گفت این عرب بوده یا عجم هست؟ گفت این هم عجم هست. بزرگ خراسان کی هست؟ گفت ضحاک ابن مزاحم. این چی، عرب هست یا عجم؟ گفت این هم عجم هست. بزرگ بصره کی بوده؟ گفت که حسن ابن ابی الحسن. گفت این عرب هست یا عجم؟ گفت این هم عجم هست. پرسید که بزرگ و عالم برتر کوفه کی هست؟ گفت ابراهیم نخعی. گفت این عرب بوده یا عجم؟ گفت این یکی عرب هست. گفتی ما رو راحت کردی، حداقل یک عربی پیدا شد. واقعا هم این گونه هست. اسلام و فقاهت و علم حتی بردگان را ارزش داده، بالا و برتر برده از خود عرب و از برترین نژادهای عرب. بسیاری از علمای بارز در صدر اسلام و تاکنون نه عرب بودند و نه از قریش بودند و نه هم شرافت قومی و نژادی داشتند. شرافتشون صرفاً به خاطر علمشون و ایمانشون بوده. زهری در جواب عبدالملک ابن مروان گفت که هو امر الله و دینه، من حفظه صاد و من ضیعه سقط. معیار امر و دین الهی هست. هر کسی که دین را حفظ بکند به سیادت و سروری میرسد. هر کسی که ایمان و دیانت را زیر پا بگذارد، الله متعال اون را ساخط می کند و از دیدگان مردم می افتد. پس بنابراین معیار ارزش ایمان و عمل صالح است. من بطع به عمله لم یسرع به نسبه. نسب بدون عمل کارساز نیست. تا برنامه دیگر و مطلبی دیگر شما را به الله متعال می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.